توی سده اول قبل از میلاد، روم از سیستم جمهوری به امپراتوری تغییر پیدا کرد و کشورگشایی‌های امپراتوری روم اونها رو به بزرگترین و موفق‌ترین تمدن جهان تبدیل کرد. اما چی شد که این همه جلال و شکوه، این همه پهنه گسترده جغرافیایی از هم گسیخت و عظمت امپراتوری روم برای رومی‌ها به یک آرزو تبدیل شد؟ و از همه مهمتر، هنر غربی، هنر کلاسیک غربی از بین رفت و جای خودش رو به ارزش‌های دینی و مذهبی داد. با من در این سفر تاریخی در فصل گم شده تئاتر از درخشان‌ترین دوران باستان تا تاریک‌ترین قرون وسطی همراه باشید. سلام، من موهی هستم، دانشجوی رشته هنرهای نمایشی در دانشگاه پیزا در کشور ایتالیا. این قسمت 4 از مجموعه ویدیوهای داستانهای تاریخ تئاتر هست که بهتون پیشنهاد میکنم اگر این اولین ویدیویی هست که از چنل من میبینید حتما ویدیوهای قبلی رو هم ببینید، چون ویدیوها به ترتیب زمانی پیش میرن. توی این قسمت قرار راجع به دوره زمانی گذار از دوران باستان به دوران قرون وسطی صحبت کنم و بگم که چرا از دوره بیزانس به عنوان یک فصل گمشده تئاتر و دگردیسی فرهنگی یاد میشه. با من همراه باشید. در ابتدا میخوام یه مروری داشته باشم روی تاریخ تئاتر روم که در قسمت قبلی راجبش صحبت کردیم. گفتم که اولین اودیتوریوم یا فضای اجرای دائمی رو رومی‌ها در سال 55 قبل از میلاد ساختن و از اون تاریخ تئاتر و هنرهای نمایشی براشون یه شکل جدی تری گرفت. مخصوصا در سال 45 تا 27 قبل از میلاد که جنگ‌های داخلی خیلی زیاد شده بود، دولت از هنرهای نمایشی برای سرگرم کردن و یه حالت دیسترکت یا در واقع حواس پرتی برای مردم استفاده می‌کرد. در سال 27 قبل از میلاد مسیح سیستم رومی‌ها از جمهوری به امپراتوری تغییر کرد و به واسطه خشونت‌هایی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده بود، مردم علاقه بیشتری رو نسبت به هنرهای نمایشی خشونت‌آمیز مثل مسابقات گلادیاتوری، مسابقات مشت‌زنی که خشونت‌آمیز و خونریزی داشت نشون داده بودن و حتی آمفی‌تئاترهای مثل کولوسیوم هم که در قسمت قبل راجع به صحبت کردم هم به همین منظور ساخته شده بود. ولی این قدرت نمایی به همین جا ختم نشد و رومی‌ها در قرن دوم بعد از میلاد تئاترها و آمفی‌تئاترهای زیادی رو در جاهای مختلف دنیا از جمله غرب آسیای کنونی ساختند. ولی متاسفانه نمایش‌ها از لحاظ ادبیاتی هر روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شدن، به خاطر اینکه مردم علاقه بیشتری نسبت به نمایش‌های خشونت‌آمیز مثل گلادیاتوری نشون میدادن و برای دیدن نمایش‌های بزرگ چشمگیر یا همون اسپکتاکل به تئاترها میرفتن و تنها شکل اجرای کمدی که خیلی محبوب بود بین مردم عادی مخصوصاً پانتومیم و مایم بود که تا سالها بعد همچنان طرفدار داشت. وقتی که امپراتوری روم به 2 بخش شرقی و غربی تقسیم شد، نه تنها شکل فرمانروایی و دینی در این 2 قسمت بلکه هنرهای نمایشی هم کاملا از هم متفاوت شدند. بخش غربی امپراتوری روم در سال 476 سقوط کرد و به دست امپراتوری آلمان افتاد و بخش شرقی از سال 330 امپراتوری بیزانس رو پایه‌گذاری کرد. کم کم دین مسیحیت هم بین مردم رواج پیدا کرد و دین رسمی امپراتوری بیزانس شد. اما شاید بپرسین که خب تکلیف هنرهای نمایشی توی این 5 قرن قبل از شروع دوران قرون وسطی که بین قرن 5 تا 15 میلادی بوده چی بود و چی شد؟ باید بگم که من همین سوال برام پیش اومد و اتفاقا خیلی هم دنبال جوابش گشتم، ولی متاسفانه خیلی مدرکی از هنرهای نمایشی از اون دوران باقی نمونده و فقط نقدهایی از اجراهایی که در کتاب‌های اون دوران نوشته شده وجود داره
و هیچ نقاشی یا نمایشنامه‌ای از این 500 سال به جا نمونده متاسفانه. چیزی که میدونم اینه که رومی ها خدایان زیادی رو میپرستیدن و حتی خدایان تمدن ها و امپراتوری های دیگر رو هم جزو خدایان خودشون می آوردن و اون خدایان رو هم ستایش میکردن و میپرستیدن و خب مراسمات آیینی زیادی هم برای این خدایان داشتن که خب بعد از اینکه مسیحیت رواج پیدا کرد بین مردم، متاسفانه این جشنواره ها و این آیین های مذهبی کمتر و کمتر شدن، به این خاطر که مسیحیان فقط به خدای یگانه اعتقاد داشتن و به این چند خدایی هیچ اعتقادی نداشتن و کفر میدونستن. پس کم کم این جشنواره ها و این اجراها برای خدایان کمتر و کمتر شدن و از بین رفتن و تئاترها و آمفی‌تئاترها کم کم تعطیل شدن و مردم به سمت کلیسا روی آوردن. ولی خب شرایط در همه جا یکسان نبود. همونطور که احتمالاً بدونید، در قسمت غربی امپراتوری سابق روم کلیسای کاتولیک و در امپراتوری بیزانس ارتدوکس حاکم شد. در قرن‌های اولیه امپراتوری بیزانس خیلی تلاش زیادی برای حفظ ارزش‌های گذشته و تداوم تاریخ کلاسیک روم داشت و از اونجایی که فرهیختگان بیزانس به شکل تئاترهای مرسوم به چشم حقارت نگاه می‌کردند و از طرفی هم مسیحیان با استدلال‌های الهیاتی نمایش‌های کلاسیک رو منع می‌کردند، تناقض فرهنگی زیادی در جامعه به وجود اومد و به همین خاطر بود که تئاتر بیزانس 3 گونه متمایز داشت: تئاتر عامه‌پسند، تئاتر مذهبی و تئاتر کلاسیک. یعنی در اون زمان تراژدی‌های یونانی در دربار بیزانس، نمایش‌های مایم و پانتومایم در شهر و بین مردم و مراسمات یکشنبه‌های مقدس در کلیسا برگزار می‌شد. ولی این شرایط کم کم تغییر کرد. بعد از قدرت گرفتن کلیسا و مسیحیان، ساخت آمفی‌تئاترها در قرن 5 میلادی متوقف شد و به دلیل مخالفت گسترده مسیحیان با نمایش‌های خونین، نمایش عامه‌پسند کمتر و کمتر شد. تئاترها و آمفی‌تئاترها جای خودشون رو به هیپودروم‌ها دادن. هیپودروم به عنوان محل اجتماع عموم ساخته شد. این فضاها کاربردهای زیادی داشتند: اجتماع مردم برای صحبت با امپراتور، مسابقات عرابه‌رانی، اعدام محکومین سیاسی و البته مراسم راهپیمایی یکشنبه‌های مقدس. البته در برخی از شهرها در خارج از هیپودروم‌ها همچنان نمایش‌های عامه‌پسند مثل نمایش‌های مایم، آکروبات و رقص برای مردم عادی برگزار می شده. ولی چیزی که متاسفانه از همه بدتر ازش یاد میشه در این دوران، جایگاه اجتماعی نمایشگران و بازیگران بوده. اگه بخوام برگردم و یه تفاوت مهم بین نمایش روم باستان و یونان بهتون بگم، اینه که در یونان بازیگر مقدس بوده، چون که داشته یک کار مقدس برای خدایان میکرده. ولی در روم بازیگر داشته یک پیشکش مذهبی برای خدایان ارائه میداده، ولی همچنان جزء گروه‌های حاشیه‌نشین و بدنام جامعه بوده. و این قضیه تو تئاتر بیزانس خیلی بدتر میشه و از اونجایی که مسیحیان بازیگری رو یک گناه مرگبار و کفر میدونستن، به خاطر اینکه معتقد بودن بازیگر داره جعل هویت انجام میده، بازیگران و نمایشگران هیچ اعتباری در جامعه نداشتن و حتی بازیگران زن نمایش‌های مایم به عنوان روسپی شناخته می‌شدند. اما روند سقوط تئاتر و هنرهای نمایشی یک شبه اتفاق نیفتاده. در قرن 6 امپراتور تئودوسیوس اول نمایش‌ها رو در روز یکشنبه و تعطیلات مقدس مسیحی فقط ممنوع کرد و بازیگران مایم رو از پوشیدن لباس راهبه‌ها برای تمسخر اونها منع کرد. این روند کم کم بیشتر و بیشتر شد تا اینکه سرانجام تمام هنرهای نمایشی ممنوع شدند و یک پیروزی ایدئولوژیک قطعی برای مسیحیان رقم خورد. اما هنر نمایش به حیات خودش به شکل دیگری ادامه داد، به شکل
آیین‌های مذهبی، همونطور که از ابتدای تولدش شکل گرفته بود. در نمایش‌های مذهبی روحانیون برخلاف بازیگران یک حقیقت مقدس رو تجسم می‌بخشیدن. اونها از عناصر نمایشی برای آموزش دین استفاده می‌کردن و از هر گونه سرگرم کردن مردم جلوگیری می‌کردن. روحانیون برای این کار نه تنها حاشیه‌نشین و بدنام نشدن، بلکه خیلی هم احترام و اقتدار از مردم دریافت کردن. نمایش‌های غیر مذهبی خیلی کم و نامحبوب بین مردم تا قرن 8 میلادی همچنان ادامه داشتن، ولی متاسفانه بعد از حمله اعراب و ظهور دین اسلام اونها هم به طور کلی از بین رفتن و این انحلال فرهنگی از دوران درخشان دوران باستان و کلاسیک به تاریک‌ترین دوران تاریخ یعنی قرون وسطا یک دگردیسی بزرگ در تاریخ نمایش به وجود آورد. ولی توی این ویدیو من فقط راجع به قسمت شرقی روم باستان براتون صحبت کردم، یعنی همون امپراتوری بیزانس، و راجع به قسمت غربی و کلاً تئاتر در قرون وسطا در ویدیوهای بعدی این مجموعه داستان‌های تاریخ تئاتر براتون صحبت خواهم کرد. ممنون که تا آخر این ویدیو رو همراه من بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک بکنین و اگر از دوستانتون کسی علاقه‌مند به هنر نمایش هست حتما این ویدیو و این مجموعه ویدیوها رو براشون ارسال بکنید تا اونها هم استفاده بکنن و برای با خبر شدن از قسمت بعدی این مجموعه هم حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنین. خیلی ممنونم از حمایتتون. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. خداحافظ.